سلام تماشابینا، امروز بازم پشت ویلوگ خدمت سر دادن میخوام در شما یک کانالی بانوی خدمانه آمینه همه طرفه را پیشکش کنم. آمینه همه طرفه دختری همی شهر دوشنبه 28 ساله سوی 23 کودک. وای озیرش در یکاترینبورگ زندگی میکنه. شش یوریست военный. خودش در صدیق کار میکرد. شصت حوزه باشه دیکرت برآمدگی خونشینه. آمینه همه طرفه لوبای پخت و پز دوختن شوشتن و رفتن و سیر و همه چی در کانالش هست. تماشابینو و درباره این پسابیا و پلی کودک لوبای چی شما میتونه اینفرماسیون با همین گیاهای شفا بخش هم خیلی باید میتونه که اگر خیلی دارو تیار کنه که آدم سوز شوند با شما در بگده کانالش نشون میده. تماشابینو همه تونه 500 کسک میتونه که دوروی کانالش در подписаться کنه و در کامنتاریا نویسه که ما کانالی امازون که آمدیم. تماشابینان عزیز، من سیلکای کانال حتما اگر خون بر وقت خستم در تگ امی کامنتاریو میمونم. اگر نموندم آمینه همه طرفه نویسه و جاش دا میبروه برای که کانالی یمی قریب یک گله وای دوره подписчик دوره. короче کانال ای уже خودش خچه وای کدگی میتونه پیدا شوه بروی درالده. امی آمینه همه طرفه میگی میبروه. شما عذاب نمیکشید در گفتن کانال. شما فقط همین چیز میروید در اومده подписаться و کامنتاریا سلام رسوندن لایک موندن. تماشابینان نظمونه دستگیری کنه بینه چخیل چمچقا و چخیل دخترا و گل دونو بهترین چیزها در کانال دگونه ما آمینه همه طرفه هسته. نظمونه تماشابینان حتما подписаться کنه. تماشابینان سامبوسا کردم ایروز نم خیلی خوش رو اومده. как раз مهمون اومد خونه ما. مهمون یه روز میمونه. ورما студентай حوزگتیم برا بشی پیشو تا دا سامبوسای دو شکل بتیم که با студенتی سر میشوه ایروزی دوشنبه. بعد چی کردیم؟ دستخون برای چای پبره ها. بعد وای کردیم. گفتم هم یکم نیست بتیم مهمون بخره سامبوسای کدوگه. خودم راستی گپ سیرم. یکی میگم یکم شخرم. خیلی دیگر وای میخرم. نظم تماشابینان شما هم کنی خیلی مهموناتون عزت حرمت کنی. اقلا یه روز اگر مهموناتون استودنت باشن. تماشابینان خیلی با بسیارم گفتم خیلی نشم میچشم. البته لیستی دیگه هسته و میچشم برای شما. بعد کفای کاربار میشم. میخوریم اکم جوشه تماشابینان جوشی بر هم خوش اومده باور کنه. من دا چای دونکم بامزه خیالم که بامزه نمیبیه که تماشابینان بامزه آمده. بامزه باید تماشابینان کنه خیلی با ما خونی همسر میبرم با نشون میتونم چی کپه کنه خیلی تماشابینان. تماشابینان ما در کلچه آوردین نه کلچه چای فاسونچه استودنت بانو ما در کلچه آورده فاسونچه نیک نمیدونم برای چی دخوفککی آورده. خشی که زده آورده تماشابینان میخوریم. بعدا تماشابینان مودم انا اینون بامزه این کلچه های بامزه این کلچه های بزرگی نیسته دیده بامزه نان من آوردیم با کلچه بامزه و پیروژنی این خیلی چیزا بیارم بگونم روی کنه تماشابینان. شما هم خیلی با پهلاوا بامزه تماشابینان. شما هم خیلی دگوناتون قطر است آمد کنید چیستان روی میتون میخوایی رحمه همیده. من خونه همسویه میرم و خری مکرون پلو خری نمیدونم یک روز برم دیگه اوقات کده باشم. اینه سامبوسا رو میگیریم همسا میبریم همسویه قطعی میخوریم. جاش بیسی کنم خیلی کنی
این بچه همسایه رو ندیدم یارو بینکی بچهش بوکسیورا کبراییم بینیم چی حال داره بعد خیلی کری وفلش میبره همسایه میخوره دم میگیره اینم خیلی میکنیم هم خیلی دست میبریم دست سرخون نیسته اینم خیلی میرم از خونه همسایه یک جه قطیش ما تماشا بینم ما توقع نمیریم این سویچی همون نبینه سوخت جان کشیم شد موردن ما رفت میبیونه درتونم اخم کنه بعد در ما هوی کنه آخی و نمیشود تا تلفنی من نباشه احتم نمیشود تلفن ما برم مکرون پلا و سیمکه کنی ها؟ نه نیمشه موندگی نیمشه بیدیمو دم خیلی سمسو را پس قلابری که خوش رو بیای بیار دایجه ما تا بشه بینو ما او قدور نمیریم اینه خونه ما اینه ریکسی ما میم بروم دنی گوز اینه خونه همسایه در شوی دور نمیریم بعد مستقمون در دست مونه کبریم چورتا چند قشته ایجا نرفتم بعد یه اون پرایشش یمی تلفونه کو سرگذشت عجایب و غرایبی تلفن من ایجا نرفتم اینه در شوی نه نزدیکک خونه bu darak şavuymadı. Şunu bakşam pırşta çi. Gdzie boże? O çay şirini jun. Vay çiran hadi destam. Çime این خدر لامپچکای کالونه هیچ جورانه من میبینی ساترما بیچ خیلی شده چوکلیستی؟ او که؟ برچکه روانیه؟ اکما اپای مردک چیکار چوبک ساونیدم برچکه روغانی خیلی ساز نه زور خاص پریزدم با میرفتگی و قطی کلا شده که نفسم دل مردک شده که بچه ساز تیز همه سو رنگ همو بایوش خیلی ده دیگه سازی؟ نویستمش شو تا جواب نداد نمیدونم هسته نیسته بول میگم شاید دیگه باز میرم خیلی میرم بستشه نه دیگه ساز اکمال کار میری؟ میشه این رنگ میدونی برامی غفوری شده رنگ کسی شده میگه باریس نگاه رنگ کش شده رنگ خشمش رنگ هم برامی غفوری شده تماشا بینا اولی نمیشه ده کنی تو میشه مونم بینی رنگ برامی غفوری شده بچه هم سویا یوشیوش رنگ یوشیوش خدورا مثل خمورده که برامی غفوری ای من نمیدونم برا شما پوفیزای توشکسو مرا الا پوگاچورا بگونه او فیلیپ کریکو توجیکو رو نمیشناسم تلویزر تماشا هم نمیکنم میشه همه ساز من در اومدیم خونه همسایه اینه جدیده خیلی لولا بالشتای خوش رو نه نماز خونه رو به جای نماز جمع نمینه ما باشه می جای نماز در کجای میگه میکنم اینه جمع نمیکنن و دموی نماز خونه اینه خیلی پرداش و خوش رو بود پیچکشه شو نبینی ای چه جوشید یا چیکار کده بکن ای کوزایده شو نبینی تماشا بینم کارا چی تماشا بینم باید در کخونی ما در اینجا چیکار خواسته استم کده استم تلویزیونی نو خریدیم این معلومه که پچکه نه نو خریدیم اینجا ده این گل چی بوشه چی گله بدم که بوش خوشو خونه بویم تری کده استا این چی بوشه عجیب دیدی تماشا بینم خیلی در اومدم بو خونه بوی اسبیجه تیل کدسته خیالم دوخیه انا میگلا در خونه موندیان نخی گل پرورن دیده چه گلوی خشرو بوی لبای ترزه شونده که هیوا پیشه نیره گل میگن مکتوبه کاشم گل این گل بوی خشرو میکنه ها و پیشه خیلی این دختره یخی این همینه چه قضایی ده
تماشا ببینم خیلی نه تسبیح هاشون نه خوشون که تسبیح های همسایه هامون خمتری خوناشون فصل ایجاده تشکیلی کردیم هیچ کنیز یمه اومدم سراسیمه شدم آخه وا تماشا بینم 3 تا ارسیکولا موندیم بوی بابا بعد در اینجا چیه کمپوت های یوکو خیلی فیلمینی کمپوت میکنم خیلی زورای خیلی اوچه شیرین میگنده همسایره اوچه شیرین لابراتوری میگذارونه در کمپوت های فستون میکنه پقیش کنیز مشموده میگم که موزی چی میخریم خیلی خوش رو هم خیلی 3-4 کسا فیرود کده میشینه میخریم تماشا بینم اینجا در میگه گل دوره سواد توریه نازمونش مامم خیلی خونوی همسایتون بروه بیویه نیجه دا چک چک کده همسایه ولی با بچهش میرزیق میشه بامده خیلی خوشرون خیلی ها پخته چیزی زروش خیلی یورش مودی دنگه کم زیر بای چشم خیلی یا بیچنی بوده زیر بای شونکنی بسم الله اوزایه لیچو بوده تیزه کنی که بامده زنگ زدن که رحمدانی تماشا بینه که در مورد مستوه آوردیم ما گفتیم که چیکار مستوه آوردی مکرون بیاره گفتن که نه اول مستوه خره یعنی تیزکو میدوزیم و میخوریم قبول ازت های تیزکو شو بامده چه می نویسم پولشم بگیرم بحثم نه که دیر اومده آقا که برای چواره که اینجور پنگه کردیم که خیلی میچشیم تماشا بینه چخه همسایه خوب بوده تو خیلی چکر میکو ای دکتر میترسد دقیقه بالالت خدا چقدر قدی بوده سوز تینجیم اینجا بچه مکیم اونجا چی بود که پرشان بفرد میکرد اومدم دیرم مهمون داشتم همه مهمون خریده کم پرورش کرد خودش بعد ایامو خوب نمیده اگه چند سال خختن میکشیم نخواه هم خیلی میورم میکشیم بخمونم دیگه چون بایم اونجا خیلی میورم مرخزین داخلش میکشه اون لشکی هم میگیم چیم پوچکی چیه لشکی؟ چیمونه دیگه دوری را وقت رویم ما چی میگیم چیزی هایی هر چی قلیبیه. هست خوشمون میکنیم نه کشک چند برم این هم بستای شامو بامازده شاموری سخشی آقا شمال خانه که بود که چامو بزنیم بریم ای همه باید میشنی کجا بود دوره که توی ده نرفتی؟ نه و چند نو چیده بود دیگه خواستم نخواستم ترازیت میبودم اوه کوچه چی دقسی میزبود داریم اخشما نیفه مسافر افتاده از من برم نمیوم خونه تا ولی بخونه اما آدم میگذاری میری ایجا رفتن در نه آبارا بخونه گذاری چی میشه؟ نیست دیگه چرا کرده فقط ایه شیرین نیستن بگاده است رمضان نه ازش دوام مکرون تقسیم که همسوری و تو رو حسیم کرده یه گوش دختر شایقه که این داخل ده ها بوایش بخورم تو پنج مرغ میخورم خیلی من با خودم نشه داخل بیزم نشون داد او مردا کزانا خود این همین خبر کم بخورم عاقبتی بسیار خیلی همین میگه ما چند روز شده هوایی رو تماشا میکنم
توجیکن روس امریکانسن و بو خرابشون میکنن اهمیت نمی خوش میکنم ایده میکنم میگیرم بخور میگم میگم اول خرابشون میکنن بعد اپراسیا میکنن خیلی که میگه که بلین گیمر غمخرم باهوشم دوایش کشولا که تز دوایش بخورم کارسی بسه خیلی بو مرده نمیمه میکارد میرم نفسی بدن بزیبم پیش روز زنک رفتی؟ مشقنی محکوم نش یا بریش پیشم ایک شده و تنگک بود بعد چیزی که در دل باشه پادشاهی همی جسم دل با گفتم چیزی که که در همی دل باشه ممودی ظاهرش هم بیان میشوند همی در جسم عیان میشه میگه که او چیزی تنگ نگن که من لباس پوشیده ما مگه من عیانه لیش چیست او میخری من بریشم تنگ رنگ بود کتم دراز بود خیلی ملچه بودم کتی بشورت گفت زده ایستا بودم ایشون آمد بعد از خوش رفتن میگن همی چیه؟ فرض خداوند باید امیجا تو امیجا رمی رو بتوه تمام باید گردن کردن صاف نتوه نمی یک نموره که ما میبندیم میخندن میگن همی چیه؟ همون خواهی ممجای حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که کسانی که میگه هر زنی که زینت چه آشکارا میکنه فهمیدید؟ یعنی بی شطر میگردن این همی زینتت آشکار میشه این نمول تا بگیری گردنت موی سرت یک زینت همی برورم هر مرد هر یک نمی مردی نامحرم که بر چشمش با نمی گردنی تو میرسه و موی سرش رو گناهی اموره در نامه اموری تو می نویسونه 100 تانی ببینن 100 کسانی ببینن گناهی 100 تا مرده که در نامه اموری تو می نویسونه برای دید اوجه چیش می روده حواسش رفت می نویسونه یک نگاه کرد حواسش رفت اون گناه اون مرده که نامه اموری تو نوشته میشه او انی گناهکار میشه برای که او را وظیفش به یک چشم میشه خداوند میگه چشمای خود را بپوشانید میگه تو یک چشم میتاری پیش محکم کنی نگاه نکنی زنی نیم برهنه را که کوزی آدمی به توفیق که نگاه نکنه نگاه میکنه بعد میگه هر زنی که میگه خچه آرا و تارا میته آرا و تارا وقتی که بی سطر کشیدی پیشی برات برو اومده چیزای کم پوشیدی و نمی جایی که شبهت مرد را به دور میکنه همون بر اومد در قدی کجا همون زیب زینت هر زنی میگه زیب زینت چه آشکارا میکنه کجای میروه ها گشته اومدنش زیناکاره نالت باشو میگه قطاری یعنی نامشه در اون زیناکارو می نویسونه زیناکاره 3 بار گفته با میگه هر زنی که آرایش میده و میگه بوی جنت به مشامش نمیرسه میگه روزگی پروردگار برای تر مهمه یا که همه خیلی دنیا میگه آیا کسانی رو دیدیم که خواهشات نفسانی خود را خدای خود گرفتن دیدی خداوند تو را چی میگه سر در گوشی همه مثل ما رسیدگی که تو محکم که باید الله گفتگی محکم کنه زن باید زن چخیلی که نمی شیرینی نه این مثال هم پیش زنکا میان باید محکم کنی نه مثال مردک نباشه مثال تو زیب زینده حواس داری تو یک محفل رو فایرو میگن همونجا باوری داری که کامیرا نیسته همش زنه بکر گوشواره فاسون تا که پیشی کرده تا فاسون بدوز در رحمه که برو اومدی قدم تا ای خونت برو وردی محکم که همون زیب زینته دقیقی پوشه برای 100 مرد تره میگه میکنن حجاب با پوشای بلوش میگن همی حجاب در بر کنین حدیث اومده که نه توبیستون هم باشه اهمیتی من حجاب دارم حجاب با پوش سترک تا محکم که برد در محفل زنکایی گوشواری فاسون بود پیشی کرده فاسون بود قدر که حجاب باشی چخ بگو بخن دیدم آقای زنکا بخز یه بخوره خوشون وقتی که برو مزاک علمی دروازه که مطمئنی که نمی حالی دبا برو همون خوشوانده همون خوندار هست مردوش علمی جاش تا محکم که حجابک تپوش بیا خونه خش به حالا میگه هر زنی که نماز 5 وقت میخونه حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هر زنی که نماز 5 وقت در وقتش میخونه وقتی نماز قضا شد دیگه اون نماز نیست برای که اونم میگن که حیض نفاس دیگه قضا نمیخونه برای قضا نیست باید نماز الله میگه فرض گردانیدم در وقتی معین شده سوره قرآن در وقتی معین شده برای مؤمنان نماز فرض گردانیدم وقتش ده نماز بخون فهمیدی روزه ماه شریف رمضان بگی
خطا از نامحرمان پناه کن، ناموس حفظ کن. فهمیدی؟ شوهرت ایامو زن راضی باشه، شوهرش ایامو زن راضی باشه، ای 7 در جنت براش کشودگی میگه بدرو، ای کام درش که میخوابی. چرا ما را نگفته جهاد برین، ما را نگفته از راه حلال بودکاتون را سیر کنین، مردکا را بی، ما را نگفته که جواب چند کسا حج برین فلان و فلان چی نداریم، وظیفه نداریم. فقط چی وظیفه ما؟ ناموس ما حفظ کنیم، محکم کنیم، حجاب نماز در وقتش بخونیم، روزه ماه شریف رمضان بگیریم، شوهر ما اطاعت کنیم، راضی کنیم، دخل جنت، 7 در جنت برات کشوده. فهمیدی؟ در میگه هر زنی که میگه قاش میشینه و قاش چیننده در لعنت خداوند گرفتاره. لعنت خداوند برای شوهرت بگوی بکنی و بیرون ببروی محکم کنی و بالای خوش و بالا میگه شما در روزگی روزگی پروردگار برای شما را مهمه که نمی قاش چیندن و بستری و یک های قدی کوچه. این نمی چیز روزگی الله یا بیته برای این ما خوش بچینم ای 10 متر کوی نمیت خوشم نمیت معلومه نه چینم خیال میکنم معلوم نیست چیندم نه چیندم اونم یه بلاموس سفید ای اولوی دینو کسی میبینم هیچ خیلی شیدی تو چی خیلی همه پرد استغفرالله همه کجا ایم اولوی دینو معلوم شد بخیرو بکی نکنم برای اما قکو این دنیا سنجشه دنیایی است که کم ترکای قلیلای اندکای آخرت برای خود ما برای این دنیا را به خاطر آخرت دوست داریم. زندگی ما برای آخرت دیگه این دنیا کو یک سنجشه. الله میاره در این دنیا میگه کو کدام بنده ما راهی مده میره و کدام بنده راهی شیطان ده میره. ده چیزای ده قوه الله دنیا شیطان دنیا نعمت پروردگاره. دنیا را ما بد نبینیم، دنیا را دوست بداریم، نوش نعمت دنیا را استفاده بریم، فقط دوست بداریم دنیا را به خاطر آباد کردن آخرت. قانون زندگی ما قرآن کنیم، قرآن بخون چقدر که او میریزه کو یک شرشره او میریزه همو او میره و مثال ای کلاب میریزه تا دوشنبه را میگه ای دوشنبه میریزه کلاب میره ای دوشنبه ریختیسته همو او کلاب میره ره ده یک از پامپرس میپرده، یک از صابونوای بندیش هوی میده، یک از خیلی هر چیز هوی میکنن اما او میره تا کلاب غیچ میشود. ترا میفورد که برای اینمو پایانو وای او بخریبه یا که اینمو جایی که میریزه اینمو تازگش میفورد بخریان اینمو اوی که تازه ای بری بالا میریزه قرآن کریم با تجوید حدیث های پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم همون را بخه وجود تبشو دیگر نگو که ای فلانی ملا چی گو فلانی دیسکاتیک میره با خیانت قروزیش میده فلانی رقص میکنه بازی میکنه. همین برای همسرش نویدم که ای امیقا ما نماز میخونیم چی میکنیم امیقا برکت داریم امیقا گفتم گم که او نماز به خاطر اونه که خداوند برای ما که مثال باشم و بچه شم خیلی او برای بندش خداوند امر کرده است که باید ما خداوند نگیم انمو آبی که شرشره‌ای که میریزه قرآنه باید انمو قرآنمو بخونیم ترجمه شد بفهمیم. امی کودک وقتی که کم درک خودش شناخت انمو را شناس کنیم که الله قرآن آفریده نه خیلی گفته گفته الله من خیلی نعمت‌ها را برای خودمون خلق کرده تو ما بایی ایوازی این نعمت‌ها ما باید عبادت کنیم فرمان الله را به جا بیاریم. وقتی که کودک مایدهک باشه باید نعمت‌های الله را شناس کنیم. ما دیرخشون را گفتم آفتاب دیدی الله آفریدهش، آسمان دیدی الله آفریدهش. کودک‌ها چقدر دانوان با سوالات میپرسن. بعد سوال پیدا میشه. میشه. دخترم تخویم که یک گشت من ایو چا امی ما را خداوند برای چی آفریده؟ دیدی؟ خیلی حیران شدم. بعد گفتم که خیلی برای چی نه آفریدم. پرستار کن که کودک تو چی درجه ما برای چی اومده میگه به امی دنیا میگه. من امی سوال کو در وجودی کودک کو یعنی نعمت پیدا شدنش که ما برای چی اومدیم؟ من خیلی میگه که اومدیم. انا دخترم میگه که سوال میگم که خداوند ما را آفریده که ما نماز بخونیم، سطرمون رو محکم کنیم، خودمون چی نگاه بداریم، دزدی نکنیم، دروغ نگیم. اگر دزدی کنیم، دروغ بگیم، یک کس دشمن کنیم، دل یک کس سیاه کنیم که خداوند ما را در آتش میسوزونه.
اونجا حیاتش ارزش میکنم با جنت نقلش میکنم که اون خیلی نعمتای همه چیز است میگم همه چیز است بخو میگم میگه خداوند میگه بخو همه چیز است تمام این چیزای با مزه در جنت هست و خیلی اوج تصورات کودک به جنت میرود بعد وقتی که گناه رکی میگه ما گناه نمیکنم به دروغ نگم به دزدی نکنم جنت نمیدرم ای دوزخ ترس شدم یا گناه را کردنش نه دوزخ تا میسوزونه سنی ادگونوش میگه قاری نکه که قطی خدا قاری میکنی خداوند در دوزخ میپرتوید مایل قاری قطی خدا قاری میکنی اوزش همش نه قطی بچه کو بودی که او برای خدا جون چی میکنه شو من میبینه و هم تری روزه در تصور کودک میشینه فهمیدی میشینه کودک سمستایت یعنی خودش راست میشه در راه اسلام دیگه او را نمیزنی نماز بدوز نماز بخوان خودش سمستایت من بودم که من گفتی چه در راه خدا راست میشه